این اندیشمندان و روشنفکران توده‌ای ما، کمونیست ما، اکثریتی ما، اینوری ما، راست ما، امثال داریوش و همایون و این و اون و اینایی که با خان بابا تهرانی ها و نمیدونم پرهام ها و تمام اینهایی که ما رو به این ذلت و بدبختی انداختن، تمام اونهایی که هنوز مصدق میکنن، این پوسیده مغزهایی که تو مغزشون پهن هستش، اینها ما رو بدبخت کردن، برای اینکه نمیدونه اون مردم چگونه میاندیشن و کجا ایستادن و چه میخواد. مشکل بزرگ ما پوفیوز کثافت در درون کشور ما باشن. مشکل بزرگ ما همین روشنفکران، همین رسانه‌دارها، همین برنامه سازها، همین قلم به دستان، همین هایی هستند که این بلا رو نزدیک به 100 سال از انقلاب مشروطیت تا به امروز سر ما آوردن و ما انقدر نادان و کودن و نفهمیم هنوز میشینیم به حرف این گوساله ها گوش میکنیم و خیال میکنیم اینها عدد و رقمی هستن. هر کس در هر کجا شما دیدید یک کرخر بی سواد ابله بی پدر و مادره، یا از رو بلاحت یا از رو وابستگی، خیلی رک و راست دارم باهاتون صحبت میکنم. این روشنفکران و اندیشمندان ما که 20 30 40 50 سال 60 سال در خارج از کشور زندگی کردن، همونجا گیر کردن تو اون باطلاق، تو اون لجن، تو اون گنداب، تکون نمیخورن. این توفیلی هایی هر روز از صبح تا شام توهین میکنن، این توفیلی های کثافت اصلا متوجه نیستند، فهم و شعورش رو ندارن، یا وابسته و جیرخوار و فاحشه سیاسی هستند که تمامی افتخارات و دماغ سر بالا گرفتشان، این دماغشونو که بالا گرفته، جر صغیر نمیتونه این دوزاری های شیره ای رو تکون بده. هرگز ایران ما در تمام طول تاریخ 7000 سالشه، 5000 سالشه، 2000 سالشه، هرچی عمر داره، هرگز دوران رضاشاه و محمد رضاشاه خوشی رو که مردم درش داشتن به خودش ندیده. و تمام این دوزاری ها، این کج و کله ها، این نکبت هایی که خودشون رو روشن فکر و اندیشمند میدونن، خصوصا اون درب و داغون تک تک های لورده مصدقی، هر چی میکشیم از اون مصدق میکشیم و این کرخرای دنبال روش، این بازی باید تمام بشه. میدونید من اسم مصدق رو میذارم چوسفیل، دنبال روهای چوسفیل رو میگم، از این به بعد من به مصدق میگم چوسفیل، دیگه لزومی نداره اسمش رو ببرم. جار اون قاراج قاجار قزمیت، اون قاجار شکم پرور، اون قاجار بدون اصالت، به شما شیره یا طرفدار چوسفیل باشه. مگه غیر از فقر و ننگ و بدنامی چیز دیگری برای ما به بار آورده که هنوز شما طول سگا خفه خون نمیگیرید؟ شما مغز پوسیده ها، شما پهن مغزان هست، شما بی پدر و مادرها بلا رو سر ملت ما آورد. عقب افتاده، پهن مغز، جانی، جنایتکار، واپسگرا، چاقوکش، تمدن ستیز، فرهنگ کش، اعتیاد، هروئین، شیشه، کرک، فحشا، فساد، رواج جراحی پلاستیک بینی و دوختن پرده دختران ثروتمند فاحشه‌ای که میخوان شوهر کنند. این نیز استدلال درستی نیست. ای پروفسورهای وابسته به رژیم در خارج از کشور، این دانشگاه ها و مدارک اخذ شده از آنها دیناری ارزش ندارد. دانشگاهی که رئیسش یه پوفیوز مفنگی شیره‌ای لواطکار دیروز و مفعول امروزه. ای مصدقی ها، ای چوسفیل پشتیبان ها، بعد از 30 سال باید این مقوله رو تمومش کنیم. با پس گردنی شما شیره‌ای ها رو باید بفرستیم بریم تو خونه. با این همه سناریو، با این همه سیاه‌بازی، با این همه قالتاق بازی که تو بی شرفی که جلوی دوربین میشینی 30 سال سرشون رو کلاه گذاشتیم، یا تو صاحب رسانه مزدور. نفرت دارن مردم از شماها.
شما دوزاری ها که هنوز مصدق میکنید، کثافتا. ای روشن فکران، این مصدقی ها، ای 28 مردادی ها، ای تودهی ها، اکثریتی ها، بی پدر و مادر ها. آقا اینو میخواستید؟ فهم و شعور شما روشن فکران طرفدار چوسفید این بود 30 سال. هنوز نشستید واسه من کتاب میخونید و توصیه میکنید. غلط میکنید. کثافت این بچه فاحشه ها، این کرخرهای نابخردی و نفهمی و ندانمکاری و بیسوادی و بلاهت همین روشن فکرانه که امروز در خارج از کشور کتاب می نویسند و سخنرانی می کنند و به 28 مرداد می پردازند و مصدق می کنند و شاه خائن می کنند. تاف تو صورتتون. به این بی آبرویی و دریوزگی کشیده میشه. دروغ میگم؟ حرفی که میزنم درست نیست؟ شما بی پدر و مادرهایی که پدر ما رو در آوردید دست بردارم نیستی؟ چرا همتون افتادید زیر بیضه های آمریکا به التماس افتادید؟ پس فطرت بی شرفا که شما به اون کینه شطوریتون ما رو به این بدبختی، شما خائنان چوسفید از همه خائن‌تر بود. به فکر شکم صاحب مردتونید، به فکر شیره و تریاکتونید. حرومزاده ها اگه خفه خون میگرفتید آیا ما به این دریوزگی میافتادیم؟ نشستید فقط هر میزنید، بزرگ و کوچکتون، که شما اغلای بی عقل اون زمانه کثافت پافیوز پتیاره، این کثافت های تاریخ بشری 1 در میلیون. چون من شما کینه ورزا، شما تو بحث به انا، شما دنبال روهای چوسفید و بی پدر و مادرها رو خوب میشناسم. اگر هدف شما 1%، 1 در 1000، 1 در میلیون تفرشی های گوساله های تفرشی با عشق به مردم تفرش، شماها شعور نداشتید. ابله‌ها، روشن فکران، اندیشمندان، مصدقی ها، چوسفیدی ها، ای تودهی های کثافت، ای اکثریتی های خائن، ای جبهه ملی ها. حالا براتون میخونم، براتون یک تحلیل امروز در مورد جبهه ملی میخوام ارائه بدم. چون شماها شعور نداشتید، دیدید برای خاتمی چه پشتک با روی زدید 8 سال، هنوزم 2 قرت و نیمتون کثافت و شیره یا با باقیه. لعنت به گور اون مهدی بازرگانتون، لعنت به اون مصدقتون که هنوز دست از سر ما روحش بر نمیداره. چون شما پتیاره ها هنوز حافظ اون مسئله هستید، برای که خون ایرانی تو رگمه. مثل شما ها خون چنگیز و تیمور و نمیدونم این کثافت ها تو رگتون نیست، تو رگم نیست. شما کثافت ها ول نمی کنید و الا شما برای ماها یه پشه ارزش ندارید. کثافت ها من ترجیح میدادم این مقدار صحبتی رو که راجب چوسفیدتون و خود بی پدر و مادرتون کردن، ولی دستبردار نیستید. مزدورا، کثافتا، با اون مغز علیلتون. ولی شما مردم کی بودید؟ شما روشن فکران ما بودید، چه برسه به مردم عادی. شما کتاب ماهیسیا کوچوله نخونده ها، زخمی های دموکرات، شما پافیوزا رو ریختوش. با 97% دست شما در نکنه. بی سواد مطلق، کثافت ها. عجیبم با اسرائیل خوب ساختید. اون یارو شیطان رنگ 80 سالشه، تو مسابقه 2 مردان یکپا شدیدم 2 هفته پیش در جنگل های زیمبابوه شرکت کرده، اول شده. بی پدر و مادر درک نکردید. حسودها، بی پدر و مادرها که داره شوکت گذشته رو تو خون این مردم برمیگردونه. پافیوزی پیدا کنن برن به چیزش یه نخل مهندن تو دستشون بگیرن، 6 ماه بشینن بواسیرشون خوب بشه. بزرگ و کوچکشون هر چی کشیدیم از این بی پدر و مادرها کشیدیم. روزی که آخوند از کشور ما بره یه تودهی، یه اکثریتی، یه دونه از این چوسفیدی ها، یه دونه از این 28 مردادی ها، بقیه‌شو دیگه بدونین منظورم چیه. بگید چکوی دیکتاتور فاشیسته. شما بی پدر و مادرهای فسیل رو تحمل کنید، باز به همون ضرر و زیان بزنید. مصدقین 28 مرداد امپریالیست آمریکا،
بی پدر و مادرها همشون هم تو همین آمریکا، تو همین امپریالیست آمریکا شلا کباب سلطانیشونو میخورن، تریاکشون و کثافت‌ها تو اون قلقلیشون به قدری منظمه که تو بزرگترین سمفونی‌های خارجی نمیتونه اون کاندکتوره یه همچین سیستمی رو که اینا تو قلقلیشون داده رو براشون پیاده کنه. نکبت‌ها تو اگه آدم بودی که شیره ای نمیشدی، اندیشمند، متخصص، وزیر، وکیل، اینا که ریختن بیرون، این کتوله ها میشینن اصلا نمیتونی با جرسده تکونشون بدی. بله من به شما گفتم که ما بسیار کتاب خوندیم. خفقون بگیر. این کرخرا، این بی پدر و مادرها، این زنازاده روشن فکران، برای اینکه کودنهای پدرسگی مثل شما مثلا روشن فکر ما بودن. ابله‌ها کاری که رضا شاه کبیر در ایران ما کرد در زمان خودش، کوروش کبیر 20 بار دیگه به دنیا بیاد در اون عصر نمیتونه بکنه. کاری که آریامهر بزرگ برای کشور ما کرد تا 1000 سال دیگر ما به همون موقع برگردیم غیر از اون هرکی رو بذارن نمیتونه بکنه. چون ارق ملی داشت، چون وطن پرست بود. ای رضا شاه، یک رضا شاه میخوان تا مثل اعلامیه به دیوار آویزونشون کنه. آقا مگه میشه به گذشته برگشت؟ نطقتون در بیاد کثافتای وطن فروش. سکوی تنده آقا، سکوی تنده، توهین میکنه. دیدید در برنامه امروز به جبهه ملی نازنین توهین کرد، به نهضت آزادی بزرگوار توهین کرد، به مصدق و سلطنه این بزرگ مرد تاریخی، شخصیت تاریخی توهین کرد. خفه کن بگیرید. چه ارمغانی آوردید برای ما در 100 سال گذشته جز وق زدن، جز زر زدن؟ ای روشن فکران دوزاری، یه وریا، مفخورا، وطن فروشا، چی شد؟ شما بت‌های مردم، روشن فکران، ای مصدقی ها، خاک بر سرتون. صفر جلوتون وایسادم. مصدقتون با همه مصدقیتون ناخون انگشت پادشاه من نمیشد. چه غلطی کرد؟ روزی که اومدید گفتید غلط کردیم پادشاه، از روحش تقاضای بخشش کردید، 3 روز نمیگذره کشور ما آزاد میشه. اره جانم، اگر نشستید و هی میگید پادشاه از مرز قانونی خودش گذاشت، برای همین چوسفین ما مجلس غلط کرد، چوسفین مجلس قانونی رو بست. یه مش خائن از هر طرف عقرب و مار و سوسمار و موریانه و زالو و حلزون ریخته بودید دورش. کی کرد اینا رو؟ اون کرد همه رو.